سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگر تشکر میکنیم از خداوند تبارک و تعالی که این فرصت رو به بنده دادن که در خدمت شما انجام وظیفه کنیم. این بار سعی میکنیم که ناگفته ها رو تا جایی که به ذهنم سپردم انشالله بازگو کنیم از 2 جلسه قبل. یه مقدار مشکل هست چون من مطالب رو اصولا این کاری که ما میکنیم بنده انجام میدم. این حرکت یک حرکت معمولی دانشگاهی و سخنرانی های معمول نیست و خوشبختانه سخنرانی های ما به برکت جمهوری اسلامی درگیری و دستگیری و زندان و اینها نداره، ولی کمتر از این هم نیست. مثل زمان انقلاب که شماها در این قوم حرکت هایی میکردید و تا صحبتی میشد میگرفتند و تبعید میکردند، زندان میکردند. ولی به هر حال از خود ما از طرف خودی های خود ما متاسفانه مشکل داریم و هر روز که داره میگذره این کفه ترازو به نفع ما داره سنگین تر میشه، چون موضوعی که ما مطرح میکنیم یک موضوعی بودش و هست که هضمش یک مقدار سنگین بود اوایلی که ما شروع کردیم. قال رسول الله کفا بالمره کذبا ان یحدث بکل ما سمع. رسول خدا میفرماید که برای دروغگویی مردمان همین بس که هر چرا میشنوند نقل قول میکنن، مثل این شایعه پردازا. در حدیث دیگری رسول خدا میفرماید هر کس فقط ترجمه کند و منتقل کند دچار جهل است. 2 تا حدیث از رسول خداست، من نمیگم. همینجا شما تفاوت دانشگاه‌های غربی رو با حوزه‌های علمیه و مکتب‌های ما در زمان قدیم، دانشگاه‌هایی مانند جندی شاپور، حوزه‌های ما در مجموع مقایسه کنید. در غرب اینطور سیستم رو ساختن. بیشتر من تو وادی پزشکی صحبت میکنم، بقیه رشته ها هم همینطوره، ولی من بیشتر رو پزشکی تاکید میکنم که کار پزشکان امروزی، دانشگاه امروزی که از غرب ارتزاق میکنه، آیا غیر از مصداقش غیر از همین 2 حدیثی است که عرض کردم؟ شما قدیم وقتی پیش یک حکیم میرفتی درمان کنی، اگر این حکیم شما رو نمیتونست درمان بکنه، احتمالاً به یک حکیم دیگری مراجعه میکردی، ایشون احتمال داشت شما رو درمان کنه. و برای یک بیماری ما 10 نوع درمان داشتیم. و اگر حکیم میمرد فاجعه بود. اما امروزه اینطور نیست.
امروزه اینطور نیستش که اگر مثلا بگن ابو علی سینا مرد بگن اشکال نداره، مرد، کتاب قانون هست. هیچ وقت کتاب قانون نمیتونه کار ابو علی سینا رو بکنه. باید ابو علی سینا عین خودش شاگرد پرورش بده، باز هم شاید همینطور هست نمیتونن عین اون عمل کنن. این چی داره یک حکیم که هر کسی نمیتونه جایگزینش باشه؟ ولی طب امروز اینطور نیست. یه جوان 18 ساله‌ای که الان هیچی نمیداند وارد دانشگاه میشه، 6 سال 7 سال 8 سال همین کتاب‌ها رو میخونه، ترجمه میکنه. تا ازش سوال بکنه لازم هم نیست خودش باشه، لپتاپش باز کنید، سوال بدین به لپتاپ، جواب شما میده. صاحب لپتاپ هم بمیره، هیچ فرقی نمیکنه. به همین خاطر وقتی شما یه جا به اینا ترمز میزنید گیر میکنن، میخوان حرکت کنن دیگه الا ماشاءالله مثل سربالایی میمونه. بعضی از این دوستان ماشینایی دارن هنوز تو این جاده قم رفت آمد میکنن، عوضش هم نمیکنن، میاد تو سربالایی قم کافیه که جلوش یه ماشین ترمز کنه بمونن تو اتوبان، میخورم به مشکل. این چجوریه؟ ما یه جلسه بود در دانشگاه تهران، بنده تو اون جلسه نشسته بودم، شنونده بودم. استادی اومدند و از همین اساتید لپتاپی، ما با لپتاپ مخالف نیستیم، ما آمدن سخنرانی کردن و چنان مطالب عمیقی رو ترجمه کردن و به خورد مردم ملت یعنی جلسه دادن که به ناگه تمام کسانی که اون جلسه بودن احساس کردن که اگر به ایشون الان سوال کنی که سخت‌ترین بیماری رو چطور درمان میکنن، با یه کلمه شاید یه جمله بتونه مریضی رو درمان کنه. وقتی جلسه تمام شد من رو به ایشون کردم گفتم استاد یه سوال من از شما دارم. شما فرمودید لب مطلب شما این بود که اگر ما بتوانیم قرص مس و قرص روی یا زینک و چند نوع دارویی که در این زمینه صحبت میشد اینها رو بدیم به مردم، این قوقاییه، میتونه این نوع بیماری ها رو همه رو ریشه کن کنه، از بنیان نذاره که ایجاد بشه. من سوالم اینه، این مسی که میخوای بدید به مردم بخورن، قرص مس، به صورت یون باشد یا به صورت مولکول باشد؟ شما حساب کن یک نفر در حد پیامبر خودش رو جلوه بده، بعد یه دفعه ازش سوال کنی که من که وضو میخوام بگیرم دستم نرسه به پشت آرنجم، اگه اینجوری نرسید میتونم بریزم این جلو یا نه؟ نتونه جوابت بده در این حد. یعنی سوال اینقدر ساده است جوابش، ولی کلیدیه. ما این علمو نمیخوایم، علمی که نتیجه گیریش آخرش قفل داشته باشه به کار هیچی در دنیا نمیاد. حالا میریم جلو، من مطالب رو عرض میکنم خدمتون. چون اینا ترجمه میکنن و منتقل میکنن و یا به همون شکل میشنون منتقل میکنن. اما در حوزه ها چجوریه؟ حوزه ها اینجوری نیست. دانشگاه جندی شاپور ما هم اینجوری نبود. چرا میگن مجتهد؟ برای اینکه جهد میکنه. اگه کسی جهد نکنه که مجتهد نمیشه که. باید دانشگاه های ما تو این زمینه وارد شن که هنوز نشدن. بعد از این همه از انقلاب گذشته بازم میبینیم که هی قاله میکنن. صدای قالش قشنگه. یکی از دوستان میگه ما یه روز رفته بودیم، بحث زمانی بود که ما با سوریه رابطه چندان خوبی نداشتیم، رفته بودن سوریه، میگفتش که هرچی گشتیم تو این در و دیوار یک
آیه‌ای، حدیثی، یه چیزی ببینیم که حداقل این کشور اسلامی رو بویی از اسلام بده. پیدا نکردیم. یه شبی گذر میکردیم، یه دفعه دیدیم روی دیواری نوشته پیروزی از آن کسی است. بقیه‌اشو نمیتونستیم بخونیم، نصف دیوار پنهان بود. رفتیم جلو، از خوندیم، دیدیم نوشته که بتواند در قمار بهتر کلک بزند. ما اولش فکر کردیم بخواد یه چیزی بگه که به درد بخوره. اینا هم هی به همکارای ما قاله قاله میکنن، ما منتظریم که یه چیزی از توش در بیاد. باز دوباره میبینیم که قاله فلان یهودی یا چرچیل یا فلان کس از اونا برای ما حدیث روایت میگن. جالب اینجاست که میگیم خب آقای دکتر شما که همکار عزیز شما که همچین موضوعی رو میگین 10 سال پیش که این رو گفتین، مثلا گفتید ما سیاست، ما گفتیم سفید است. الان که باز دارید شما میگین که تقریبا سفید است، ما میگیم نه اصلا کلا سفید است. پس چرا اومدید تو تقریبا سفید؟ میگه علم در حال رشده. میگیم خیلی خوب باشه. 10 سال میگذره دوباره میاد میگه که ما سیاه هست. میگیم باز دوباره شد سیاه، که میگیم علم در حال پیشرفته. عده‌ای آمدن اینو تکذیب کردن، دوباره رسیدن به اون. دوباره 10 سال دیگه میگذره باز ماست تقریبا سفید است. علم پزشکی ما داره همینجوری پیش میره. هی تکذیب، تایید، تکذیب، تایید. ولی وقتی کسی جهد میکنه، یعنی اینکه گندم رو میارن میریزن داخل این مغز، این آسیابش میکنه، انقدر این رو میسابونتش تا به آرد تبدیل بشه و از اون طریق بتونه باهاش هر نوع غذایی که میخواد درست کنه. و الا چه فرقی هست بین یک کارگر ساده بازار که مثلا روی چرخش 10 کیلو گندم حمل میکنه، یه استاد دانشگاه که یک کشتی گندم بار میکنه؟ هیچ فرقی ندارن این دوتا با هم دیگه، فقط در کمیت دیگه. در کیفیت شما چه کردید؟ وقتی که همین باعث میشه که شما مراجعه میکنید به یک پزشکی در خیلی مدعی در مثلا فلان دانشگاه، فلان بیمارستان دانشگاهی راجع به این موضوعی، همه حرفایی که به شما میزنه دقیقاً تو اینترنت هم میری همینه، آمریکا هم میری همینه، آلمان هم میری همینه، کانادا هم میری همینه. وقتی یک مجموعه جمع شدن در اروپا، 50 نفر آدم، اینا تصمیم میگیرن و ما رو به مسخره گرفتن. من یه مدت نشستم درمانهای پزشکی رو یه سریشو در آوردم، دیدم که اینجا گفته اگر این مشکل رو داشتی رو صندلی بشین نماز بخون، این مشکل رو داشتی روزه مثلا نگیر، اینطوری شد علتش از حجابه. همه اینا رو آوردیم گذاشتیم رو هم دیگه، دیدیم میگه دین اسلام به درد نمیخوره. آخرش به اینجا ختم میشه. بعدم خیلی دقیق دارن عمل میکنن. همون 50 نفری که دارن کتاب بنویسن، دقیق کتابی رو که در دانشگاه مثلا یه دانشگاه اروپایی داره مطالعه میشه، در دانشگاه میخونن در مورد مثلا پاتولوژی، مرض شناسی، که اینو خودم خوندم تو اروپا، اون نکات ریزی توش داره که تو کتاب‌هایی که دانشگاه تهران ما دارن میخونن نیست. این خیلی برای من جالب‌تر بود اون موقع میدیدم. مثلا یه مثال براتون میزنم، من تو کتاب اونها خوندم، چون اون کتاب تو ایران معنا نداره، اینا رو همونا مینویسن، همون 50 نفر. مال ما هم که از یک کانال فقط اطلاعات میاد، 2 تا کتاب دارن و مقالات، هرچی از اون طریق بیاد همونه. بگن خوبه خوبه، بگن بده بده. تو کتاب نوشته بود که فلان بیماری، این بیماری قوم یهود به این بیماری مبتلا نمیشه. علتش هم گفته بود این که چون مسلمان ها و مسیحیان ختنه نمی کنن به این بیماری مبتلا میشن، ولی یهودی ها چون این کارو میکنن مبتلا نمیشن. دروغ به این بزرگی؟ این خریدار داره تو مسیحیت، چون اونا نمیکنن این کارو، در کنارش یاد میگیرن که ما هم نمیکنیم. از این بعد یهودیت رو یه تعریف و تمجیدی ضمنی میکنه. رفتم مطالعه کردم، دیدم خود نویسنده کتاب یه یهودی
آمریکاییه. حضرت امام در صحیفه نور جلد 9 صفحه 7 اشاره می‌فرماید، این جمله خودشونه، می‌فرمایند که و نه اینکه ما نمی‌دانیم که علومی که در شرق بود، در این ممالک ما بود، دسیسه ها اسباب این شد که این علوم را عقب زدند، آنها را عقب زدند و به جای آن علوم غرب را آوردند. همین داستان دانشگاه های ما و محتوا را از ما گرفتند و الان وضع ما وضعی شده است که خیال میکنیم هرچه هست در غرب است و ما هیچ چیز نداریم. اینجاش رو در مورد پزشکان دارم میگن، این رو در تو پزشکان که دوستان خدمتیشون رسیده بودن، حضرت امام در مورد طب قدیم اشاره فرمودن. بحث روی سخنش به این هاست. ببینید چه جمله حساسی رو حضرت امام میفرماید. میفرماید مغزهای ما را شستشو کردند و جایش یک مغز دیگری گذاشتن. اکتفا نمی کنن حضرت امام که بگن مغز ما را شستشو دادن ولی این مغز همین مغزه. میفرماید مغزها را عوض کردن، یعنی برداشتن یکی دیگه گذاشتن سر جاش، به این خاطره که اگر بالاترین مقام پزشک کشور ما ولایتی هم باشه، دیگه از این بالاتر ولایتی باشه، من خیلی راحت و رک حرفا میزنم، اگه غیر از اینه بیان بگن نیست. اگر رسول خدا شخصا بیاد بگه آقای دکتر فلانی تو که مورد عنایت رهبر هم هستی، ولایتی باشی دیگه، بگه آقای دکتر فلانی این مسئله طبی اینطور نیست و اینطور هست، باور کنید طوری دانشگاه ها ما رو ساختن که چون رسول خداست تعبدی یه سری تکون میده میگه بله درست میفرمایید، ولی همین که رسول خدا رد شد میگه اما جواب علم ما چی بدیم؟ علم یه چیزی دیگه میگه. یعنی انقدر کار شده تو این دانشگاه ها که حتی تا این حد حاضرن. مثال عرض میکنم روشن اینی که اتفاق افتاده، حالا این یه مثالیه که میگیم شاید اتفاق نیفتاد. ما رفتیم از مراجع محترم تعداد تقریبا از همش فتوا گرفتیم قبل از اینکه همکارای ما اطلاع داشته باشن در مورد حجامت. فتواهای بسیار خوب دادن. حتی یکی از مراجع در زمانی که داشت این استفتای ما رو جواب میداد در حال نوشتن از شوق گریه کرد که در قم هستم، که چه شده است، چه اتفاقی افتاده که پزشکی آمده است و از ما چنین سوالی میکنه. براش خیلی تعجب آور بود. حالا به جای اینکه دوستان دیگر ما بیان این مسئله رو پیگیری کنن، خوشحال بشن، آمدن رفتن نشستن یه طرحی ریختن که طوری استفتاح بکنن از این آقایون و کردن که اینها یه جوری جواب بدن بتونن از جواب اینها حجامت رو بکوبن. که آقایون اگر مثلا ما حجامت رو هم در نظر بگیریم باشد، ولی اگر بدانیم که نیاز است که به مردم خون بدهیم، مردم رو سوق بدیم به این جهت که مثلا خون بدن که مریضی هم اینجا از مرگ نجات پیدا کند، آیا بهتر نیست؟ یعنی سوال رو یه شکلی بپیچونن که اون عالم به اشتباه بیفته، که الحمدلله چون علمای ما اهل جهدن این اتفاق نمیفته به این سادگی. حضرت امام میفرماید که این مطلب مهمی است که ما باید به تدریج این مملکت را از زیر آن بار بیرون ببریم. یکی هم از این مسائل همان مسئله طب قدیم است. آنها همه دردهایی که الان هست، منظور حکیمامون رو عرض می‌فرماید حضرت امام رحمت الله علیه، با همین دواهای گیاهی معالجه می‌کردند و معالجهشان یک معالجه اساسی بود. خب
الان شما به ما بفرمایید ببینم یه نفر که قند داره، دیابت داره، میاد دکتر، معالجه اساسی میشه؟ کی میگه؟ یه مریضی رو بگیم ما میبریم دکتر، معالجه اساسی میشه. یک بیماری های داخلی، یه دونه نیست. میگیرن اساسی درمان میشه، یعنی میری 4 تا دارو میدن شیمیایی، نمیگیم گیاهی، خوب میشه؟ نه. فشار خون درمان میشه؟ بیماری MS درمان میشه؟ هزاران از این بیماری ها ما داریم، کدومش درمان میشه با طب جدید؟ درمان به این معناها. البته دارو بیماری روماتیسم مثلا یا بیماری قند رو میگن شما دیر آمدید، باید برای درمان زودتر اقدام میکردید. بعد میگن آقای دکتر حالا زودم اگر اومد بود شما چیکار میکردی؟ خب قرص فلان میدادیم. خب اون قرص که درمان نیست که. شما از وحشی تر شدن این جلوگیری میکنی. همین این قندو همیشه داره، تا 30 سال هم باید دارو بخوره، یواش یواش یه قرص میشه 2 قرص 3 قرص 6 قرص 8 قرص، بعد قرص که زیاد شد بعد بری سراغ انسولین، اگر تو این فاصله کبدش خراب نشه، جواب خارش بدن نگیره، 1000 تا مورد پیدا نکنه، میری رو انسولین. انسولینش هم یواش یواش از چند واحد شروع میکنی الا ماشاءالله یه روزم خبر میارن که انگشت پاش سیاه شد، دست سیاه شد، دست پا رو قطع میکنی، چاچ انگولی میفته یه گوشه خونه، بعدش هم انا لله و انا الیه راجعون. اینو نمیگن درمان که. حالا من همینجا از فرصت استفاده میکنم، دوست ندارم جلسه خسته بشه، یه دونه درمان کمی بیرون به یکی از دوستان الان گفتم، یه درمان بهتون هدیه میکنم، برید امتحان کنید، دوست داشتید بنویسید امتحان کنید. این مشکلیه که خانواده ها زیاد بهش برمیخورن. بچه‌تون دچار اسهال میشه، اسهال خونی هم میگیره دیگه. الان اسهال خونی که میشه بعد بستریشه، همین که رگه های خون رو ببینن میگن بستری. امتحان کنید این درمانی که ما میگیم، ببینید واقعا معالجه اساسی میشه یا نه، این همطور که حضرت امام فرمودن. یا خودتون خانوادگی رفتید مسافرت، تو مسافرت پیش میاد یه تغییر آب و هوا، دچار اسهال میشید، اسهالای مسافرتی. چه کار کنید؟ اگر تو سفر بودید از بچه مثلا 5-6 ساله که یه قاشق چای خوری، اگر 12 ساله بود مربا خوری، بزرگم بود همون مربا خوری کفایت میکنه. هر جا که رسیدید، همون اولین جایی که رسیدی بگیم ببخشید یه ذره اسفند دارید به ما بدید. حالا اسفند رو هم اینجا راجبش حدیث داریم از رسول خدا، چقدر تأکید داره روی این اسفند، بی نهایت بیماری ها رو درمان میکنه. یه قاشق مربا خوری اسفند میریزی رو زبونت، با آب قورت میدی، تموم شد. ولی یه وقتی هست که وضعیت خیلی خرابتره، حتی مادر شیر بده به بچهش بخوره بعد از اینکه اسفند خورد، بچهش هم خوب میشه. حالا یه وقت میدین نه، اوضاع خیلی بدتر از این حرف هست، همین اسفند هم میخوره، طرف تهوع هم داره، میریزه بیرون، بعد در میکنه، یعنی میده استفراغ میکنه. خب حالت تهوع داره، اونجا چی کار میکنیم؟ یا رگه های خونی داره. این فرمولی که عرض میکنم براتون، اینو تو ذهنتون بسپارید یا بنویسید، خیلی به دردتون میخوره. شاید همین امروز هستن کسانی که به این مشکل همین الان دوچارن. دائم بیمارستان های ما مملو از این مسئله، خیلی ساده هم حل میشه، نیاز نیست به طبیب مراجعه کنید. یه لیوان آب جوش رو میگیریم، 3/4 این لیوان رو آب جوش پر میکنید. 1 قاشق غذاخوری گلپر، همین گلپری که روی باقالی و این چیزا میریزن میخورن زمستونا، بریزین داخل این لیوان. 1 قاشق مربا خوری هم اسفند. گلپر اگه بیشتر هم بشه زیاد مهم اتفاقی نمیافته، حالا با دست بردارین یا با 1 قاشق غذاخوری میریزین تو این لیوان آب جوش، میذارید 10 دقیقه با این اسفند و این آب جوش همینطوری بمونه تو لیوان. بعد از 10 دقیقه صافش میکنید، صاف میکنید. صاف که کردید، این آب میشه محتواش توش هم عصاره گلپر داره، هم عصاره چی داره؟ اسفند. تا اینجا ساده بود. در نتیجه این آب رو
توش عسل میریزید، شیرینش میکنید. شیرینش که کردیم، بقیه لیوان رو تا پر بشه عرق نعنا میریزید. سخت که نبود که. این رو 1 لیوان مادر بچه میخوره صبح، 1 لیوان هم شب. تمام شد. شیری هم که به بچه میده، بچه خوب میشه. حالا برای اطمینان بیشتر، یا اونایی که بچه‌شون رو شیر نمیدن یا میدن بازم میخوان زودتر خوب بشه، یه دونه از این لیوان ها رو بذارن کنار، درست کنن بذارن کنار. هر 1 ساعتی یه قاشق نسبت به سن بچه، مثلا بچه 2 روزه است، بچه مثلا 1 ماه است، 1 ساله است، 2 ساله است، یا یه ذره بالاتر، یه قاشق چای خوری 1 ساعت میریزید تو گلوش، یا یه قاشق غذاخوری میریزی 1 ساعت اگه بچه مثلا 5 ساله است. 24 ساعت این کارو میکنی، موقع خوابم کاریش نداشته باشی، کاملا خوب میشه. حالا بستری کن، سرم بهش وصل کن، اون همه دل مادر ریشیش میشه، بچه نوزاد رو بیای اون تیغ رو بکنید، اون سوزن رو بکنید داخل وریدش، با اون وضعیت تو دست نتونه بگیری، تو پای مریض بگیری، اینا همش یه کارهای دلخراشه به خاطر یه چیز بسیار بسیار ساده. ما حتی در مورد ترجمه کردن که عرض کردم، خب 27 سال از انقلاب گذشته، باید یک مسیر نشون بده که ما یه ذره عوض شدیم دیگه. ما اوایل انقلاب که انقلاب فرهنگی گروهش تشکیل شد تو دانشگاه ها، خب شما کمتر در ارتباط هستید. از این به بعد حالا بپرسید میبینید اصلا یک دفعه یه حرکت قشنگی شد. شما مثلا می‌خواستین استخوان‌های ساعده بخونه، می‌دید دیگه یواش یواش تو آناتومی دارن می‌نویسن زند زیرین، زند زبرین، خیلی راحت. آناتومی خیلی قشنگی رو با ترجمه فارسی درست کرده بودن، آدم لذت می‌برد. یواش یواش داشتن مسیر رو درست می‌کردن. یه دفعه یه چند سالی که از انقلاب گذشت که دیگه خودتون می‌دونید وضعیت افتاد دست یه گروه‌های خاصی که بچه‌های خط امام ما همه رو پس زدن. یه دفعه دانشگاه‌های ما عوض شد دیگه برنگشت به سر جاش. الان شما وقتی وارد دانشگاه میشی انگار وارد انگلستان شدی. آخه چه معنی داره شماها این حرفا رو میزنن؟ برای اینکه اقدام بشه. یعنی شما فردا که میرید از همین فردا کاری نداره، ما باید درست کنیم این مسئله رو. همین فردا رفتی سونوگرافی گرفتی، جواب سونوگرافی رو دیدی به انگلیسی نوشتی، میذاری رو میزش، میگه آقای دکتر این سونوگرافی بگی پول منو بده. پول بده. من نمیخوام. اینجا انگلستان است که تو انگلیسی می‌نویسی. هر کشور عربی شما برید عربی می‌نویسن، ژاپن میری ژاپنی می‌نویسه، چین میری چینی می‌نویسه. چه انقدر 30 سال 28 سال ما انقلاب کردیم همش انگلیسی برای ما می‌نویسی. حالا تازه تاکید بر این دارن که بعضیشون که خیلی دیگه کارشون درسته، یکیشون که دیگه انقدر خودشو آمریکایی میدونست که تو دانشگاه دانشجو رفته پشت میکروفون، دیگه این همه میدونن در سطح بالا، مقاله نوشته بخونه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. این آقا به عنوان استاد از اون خط اول بلند میشه میگه این دفعه آخرت باشه ها، اینجا مسجد نیست، در تهران اتفاق افتاده ها. در سطح سطوح بالای مملکتی هم از این جریان با اطلاع که الحمدلله نتیجه کارش دید. اینطور نبود که ولش کنن به حال خودش. چطور اینجا مسجد نیست ولی انگلیس هست؟ داره کار میکنن که همه اصلا با هم انگلیسی حرف بزنن. کی گفته که تو به خاطر اینکه انگلیسی یاد بگیری انگلیسی بشو؟ همش اینطوریه. باید اگه میخواد دانشگاه عوض شه. الان اینجا شما در قم خیلی خوب الحمدلله زبانهای متفاوت رو دارن پیگیری میکنن و یاد میگیرن. بله خوبه، ما مخالف نیستیم، اتفاقا خیلی هم عالیه که ما یاد بگیریم. چرا اگر بلدین انقدر انگلیسی میکنی چرا نمیرین برین 4 نفر آدم بیارین که بگن 4 تا نمیخوایم بیشتر، 4 تا آدم بیارین که بگن آقا فرهنگ ایرانی رو خطوط فرهنگ ایرانی رو مال 7000 سال گذشته بیارن جلو بخونیم، بیان بخونن.
همین الان که من دارم برای شما صحبت میکنم، تنها کسی که توی دنیا میتواند مطالبی رو که از 400 نفر از نزدیکان امام جعفر صادق علیه السلام مطلب دارن، مطالبشو دارن و هیچکی نداره، اونی هم که داره بلد نیست الان زیر روش بکنه، یه یهودی تو اورشلیم اون داره این کارو میکنه، یه نفره فقط، البته خودشون شاید زیادن، یکی شما خبر داریم. اگه میخواین یاد بگیرین برین دنبال علم خودتون اول، در کنارش هم انگلیسی رو هم یاد بگیریم. ما که مخالف انگلیسی نیستیم، نه اینکه دیگه شما بیای همه چی رو بکنی انگلیسی، وارد بیمارستان میشی همش انگلیسی، نسخه هم میخوای بنویسی نسخه انگلیسی بنویس، چرا نسخه رو انگلیسی بنویسی؟ خب فارسی بنویس. اینا معضلات و مشکلاتی است که هر چقدر ما بخوایم از قلب بکنیم، فرهنگ رو باید عوض بکنیم. اگر فرهنگ رو تغییر ندیم هیچی درست نمیشه. آیا شما تو دانشگاه‌های انگلیس مگه میرید اونجا سونوگرافیشون رو مگه به فارسی ترجمه میکنن یا به فارسی میدن دست مردم؟ چطور شد همونا یه زمانی انقدر کارشون به ما گیر بود که در به در دنبال این بود که زبان عربی یاد بگیرن که بتونن علم ما رو، همونطور که آقا فرمودن اشاره کردن، انشاءالله در 40 سال آینده همین هم خواهد شد. طوری خواهد شد که اینا مجبور میشن برن خارجی ها تمامشون برن فارسی رو یاد بگیرن، عربی رو یاد بگیرن که بتونن اون علمی رو که ما داریم بتونن از توی اینترنت یا این ور اون ور یا کتب ما بتونن در بیارن، ازش استفاده بکنن. من خدا رو خیلی شکر میکنم از این که 100,000 مرتبه شکر که بالاخره گذشته ما نشون میده که ما بالاخره رکعت نماز رو میخونیم. حالا ادعا نمیکنیم ایرانی هستم، حداقلش اینه، والله 1000 تا 7 در می آوردن. کافی بود ما یه سفر افغانستان رفته باشیم میگفتن میگفتن حالا فلانی دکتر این حرفا رو میزنه اصلا ایرانی نیست. و همش هم در جهت احیای همین فرهنگ ایرانی اسلامیمون سعی کردم کار انجام دادم. در مورد اگر هم یه چیزی از خارج از کشور همین الان خود بنده این کارو از علمی به من برسه، حقیقتش من شک میکنم بهش، چون اینو یاد گرفتم. تا شما شک نکنید به یقین نمیرسید. اینجا این حرفا خوب جا میافته تو قم. آخه چطور میشه که وقتی از خارج مطلبی رو میفرستن میارن اینجا بدون اینکه بعد تا بچه های خوب ما، خط امامی های ما، این باعث تعجبه، هیچ کدامشون شک نمیکنن. بدترین مقاله های میاد که اصلا این روز روشنه که این جنایتی پشتشه، همونجوری ترجمه میکنن، همونجوری میان توی تلویزیون میگن. اونا رو من الان چند تاشون رو براتون میگم برای مادرها به خصوص، تا بفهمین این همه بیماری های خطرناکی که الان پیش روه چطوری از طریق مقالات به شما منتقل شده. افتخار میکنم من که خداوند این نعمت رو به شخص خود من داد که برای اولین بار رهبری تغذیه رو در این کشور، یعنی استارت کارش زدم. الانم الحمدلله راه افتاده. همین که توی گوشه و کنار کشور میبینین دارن صحبت میکنن آقا این غذاها چیه، چرا اینطوری غذا میخورن، چرا مواد فاسده به مردم میدن میخورن، این کارخونه ها چی به خورده مردم میدن. همین چیز پاستریزه رو چند وقت پیش دولت اعلام کرد که از امروز به بعد اعلام کردن که هیچ پاستریزه‌ای حق نداره نگهدارنده به لبنیات بزنه. خب بس میزدن دیگه. آقا نگهدارنده باعث مرگه. برای چی؟ در حد استانداردش. اصلا این معنای استاندارد ما نفهمیدیم چیه. شما هنوز به مردم یاد ندادین استاندارد یعنی چی. طرف میگه مدیر خوبیه، جنسشو معرفی میکنه، بعد میگه استاندارد مثلا ایزو فلان داره، بعد میرون ایزو رو میخونی یعنی چی؟ میگه یعنی مدیریتش 20. خیلی خوب، مدیریتش خیلی خوبه. چه ربطی داره به پفکی که داره به مردم میده میخورن؟ هیچ ارتباطی نداره که. یا میان مثلا یه موشی توی پفک پیدا شده، انقدر این مسئله رو گنده میکنن که این غیر بهداشتی بوده فلان، همه ذهنا رو، حالا معلوم هم نیست واقعا اینجوری بوده یا اصلا این کارو کردن از قصد، اون حالا خدا میدونه، الله اعلم. اصلا بحث ما موش نیست،
شما میای از موش صحبت میکنید، چینی‌ها موش رو میخورن، هیچیشون هم نمیشه، ولی پفک نمکی رو نمیخورن. ما بحثمون سر پفک نمکی، شما میای بحث انحرافی موش رو توی پفک نمکی مطرح میکنید. چرا نمیاد بگید پفک نمکی مقطوع نسل میکنه؟ اصلا برای چی باید پفک نمکی خورد؟ حالا یه عده میگن نه اینجوری نیست، علمی خیلی خوب، شما بفهمید علمی برای ما بگین که پفک نمکی سودش چیه؟ ما هم میخوریم از فردا. بیاین بگید چرا حرف نمیزنید راجع بهش؟ در مورد تغذیه که من پیگیری کردم به این علت شد، سرنخ‌هایی رو من پیدا کردم، دیدم که این صهیونیست ها، یهودی های صهیونیست، اینها طرحشون بر نابودی کل بشر روی کره زمین به جز یهود، به جز قوم یهود، اونم نه همشون، تازه نظرشون اینه و شیوه های مختلفی رو برای این مسئله به کار گرفتن. یک شیوهش این بود که از طریق تغذیه یک ضربه سنگین بزنن که این شیوه مخفی بود و خدا به ما یاری کرد، سرنخش داد به دست ما هم انشالله بتوانیم تا قبل از اینکه از دنیا بریم در پاسخ به این عنایت الهی خوب بتونیم از پسش بر بیایم. روزی بشه که وقتی شما ها نشستید دور هم پای تلویزیونی دوستان و حرفا بگن ای اون روز یادتونه ما چنین صحبت هایی رو میشنیدیم و الحمدلله بالاخره مثل انقلابمون یه انقلاب تغذیه سنگینی ما بتونیم بکنیم. زمانی که حضرت امام سال 42 میفرمودن که ای علما به داد این اسلام برسید، حقیقتا اینه که باید به داد این ملت برسید، باید بکوبیم بکوشیم تا از بین نرن. همه دارن از بین میرن. آخه چی شده است که الان همه 40 سالگی دارن فوت میکنن؟ من این بحثا رو چون جلسه اول دوم کردم نمیخوام تکرار بکنم. خدا رو شکر که باز به برکت انقلاب اسلامی من توانستم اولین نفری باشم که حجامت رو، این سنت الهی رو که اگر روزی ما که این کار خواهیم کرد یک کتابی در مورد حجامت به معنای درمانیش، حالا بحث فقهیش به جای خود، در اختیار دوستان ما قرار بدیم. ببینید حجامت به تنهایی فقط برای درمان خودش یک درمان، یک سیستم درمانی است. ما نمیدونیم چرا توجه به این مسئله نمی‌کنن خیلی ها. ببینید وقتی که شما میاید وارد مثلا کشور آلمان میشین، میگن مریض شدین، چجوری درمان میکنن؟ میگن این سیستم درمانیشه، این داروها رو میدن یا جراحی میکنن. فکر کنید شما وارد یک کشوری بشین هیچ چیزی از درمان کسی نمیدونه، شما میخواید به اینها یاد بدید که چجوری مریض درمان کنید، وقتم ندارید، همین الان سریع میخواید تو 2 کلام به اینا یاد بدید چجوری مریضاتون رو درمان کنید. برای اینم اسلام فکر کرده، طب ایرانی فکر کرده، 7000 سال روی این مسائل کار کردن. شما ببینید درمان رو به چند قسمت تقسیم کردن. یکی از درمان ها، مثال عرض میکنم، استفراغ کردنه. یعنی چی؟ یعنی شما مریضی، حالا یه عده هستید امتحان کنید، الان حالت خوب نیست، یه غذا چرب بخور، نیم ساعت بشین، بعد نیم ساعت برو به اجبار استفراغ کن. اصلا استفراغ سالی 2 بار اجباری بوده، یعنی 1 بارش قطعا باید انجام میشده، 2 بارش میشده، از یا 2 بار. شما فقط استفراغ کنید. استفراغ خودش شیوه درمانیه، نه اینکه استفراغ هم در درمان مؤثر است. قشنگ جا افتاد موضوع براتون؟ این اصلا برداشتن از طب. یا حجامت یک شیوه درمانی است، نه اینکه حجامت رو هم داشته باشیم مثل اینکه مثلا فلان آنتی بیوتیک هم بد نیست. به خاطر اینه که با این مسائل مبارزه میکنن. میگن حضرت رسول مثلا چند چیز رو دوست داشته، یکی عطر بوده، یکی حجامت بوده، یکی سعود. یعنی چی؟ وقتی میریم پیگیری میکنی ببینید اصلا این خودش یه روش درمانیه.
وقتی میبینید کسی عطسه نمیکنه باید بفهمید میخواد سکته کنه. چند وقت آقا سکته عطسه نمیکنید؟ چند وقت شما همیشه انگشترهایی داشتن قدیم تو دستشون، دریچه داشتید، دری داشت، درش باز میکردی یه موادی به نام انفیه میریختن توش، درش بعضی وقتا باز میکردن یه خود بو میکردن، این تحریک میکرد، با تحریک عطسه میکردن. حالا انگلیسی‌ها برای اینکه ما نفهمیم که داستان از چه قراره این از ما یاد گرفتن، من میان میگن که دانشمندان انگلیسی اعلام کردن که کسانی که سکته میکنن عطسه نمیکنن. خب به چه درد شما میخوره این حرف؟ به درد میخوره؟ هیچ هم به درد. حالا مطالب میگم براتون ببینید چه جوری میگن که ما متوجه نشیم. یعنی نفر سکته کرده میگه سکته کرده عطسه نمیکنه چون سکته کرده. خب باشه، به درد نمیخوره که. باید بگی که قبل از اینکه سکته کنی عطسه نمی کنی. یه مادر اگه عطسه نکردی حواست جمع کن، هر عطسه 3 روز زندگیه، نه که روزی 100 تا بکنی ضرب 3 کنی. منظور اینه که اگر تو یه روز عطسه کردی چه یه دونه چه 100 تا 3 روز خیالتون راحت باشه که اتفاقی براتون نمیفته. الحمدلله در مورد حجامت هر پزشکی که الان تو این کشور داره حجامت میکنه یا مستقیما بنده خودم بهش یاد دادم، پزشکا رو عرض میکنم، غیر پزشک هم زیادم، یا اینکه شاگردای من هستن. این یکی به قول گفتنی از افتخارات بنده است. مطالبی رو که الحمدلله توانستم من احیا کنم اینها رو هم اینجا میگم براتون. حالا تا اینا بخواد بره کتاب بشه، کتابش مطرح بشه، ما همینجور براتون میگیم در جریان باشین. راجع به زردی کودکان بنده اولین بار که متوجه شدم زردی کودکان علتشو با طب جدید و طب قدیم مقایسه کردم، درمانش در آوردم، اولین کسی بودم که آمدم الانم به شما میگم این کار رو انجام بدیم. حجامت به اصطلاح بدون تیغ یا به حجامت بلا شرط میگن. رو گوشش انجام میدی بچه رو گوش بچه انجام میدی، زردیش کلا از بین میره، حتی اگر 2 تا قطره خون بیاد. ما رو هر کدام از مریضان امتحان کردیم جواب داد. بازم میبینی که الان مردم میبرن 500,000 تومان 1,000,000 تومان هزینه میذارن توی بیمارستان بستری میکنن، خون کسی دیگر رو میان خونش عوض میکنن، خون دیگری رو میزنن از طریق بند ناف به این بچه، اون بچه اصلا خون دیگری رو که میگیره اون بچه اصلا شخصیتش عوض میشه. یه کار بسیار ساده، امتحان کنید. همینجا بودن کسانی که بچهشون بستری بوده از همین قوم، از علمای خودمون، از آقایون، که همین مسئله اتفاق افتاد. قبل از اینکه خونش عوض بشه اطلاع دادن، ما دوستانمون رو که ایشون هم در قم هستن با هماهنگی ایشون رفتن بچه رو از بیمارستان آوردن تو ماشین. این شاگرد من نشست تا خونه بخوان برسن تیغ دستش بود، همون تو راه منزل گوش بچه رو حجامت به اصطلاح بلا شرط کردن و بچه تا برسه خونه سر حال اومد، دیگه هم تکرار نشه. این مشکل زردی رو اینجوری حل کنید. بچه‌هایی که حجامت، کسانی که حجامت میکنن توی قم زیاد هستن، اگر بچه‌تون زردی گرفت ببرید پیش اینها، هر مشکلی هم که پیش آمد بنده هستم براتون حل میکنم. اولین باری که در دنیا من الهام گرفتم، اینو میگم برای شما که مشکل پیدا کردید دیگه اینقدر در اون در نزنید، الهام گرفتم از حجامت و با مشکلی که در جامعه راجع به آلرژی بود و طب جدید متوجه شدم که این چیزایی که کتاب‌های جدید دارن میگن درست عکس اون چیزیه که ما میدونیم. کتاب جدید میگه درمان آلرژی حساسیت، دوری از مواد حساسیت ساز. یعنی اگه شما به خانمت حساسیت داشتید دور شو ازش، بفرست خونه بدرش. اگر نسبت به کشورت حساس بودی ولش کن برو. اینجا هواش به نساخ، از قم برو بیرون. اینجوری نیست. اتفاقا طب قدیم میگه که درمان حساسیت ارتباط نزدیک با مواد حساسیت ساز.
ما اومدیم روی این کار کردیم، مقاله‌اش هم نوشتیم، الحمدلله اولین بارم دانشگاه لرستان مطرح کردم. بعد از اونم شاگردان ما این حجامت رو که ما ابداع کردیم در واقع همون حجامته، ولی یه تغییرات کوچیکی دادیم روش، اسمش هم گذاشتیم حجامت آلرژی. اینی که اگر کسی حساسیت داشته باشه میره انجام میده. حجامتش یک مقدار تفاوت داره از نظر تیغی که زده میشه، خیلی سطحی تره. در بعضی موارد اصلا لازم نیست حتی یه قطره خون بگیری ولی خراش رو میدی. حتی حجامتش که کردی قشنگ کارهای حجامت رو انجام میدی، در اون ناحیه حجامت یه فراخوانی گلوبولی میکنی، سرباز خبر میکنی از طریق بدن، سیستم دفاعی بدن رو بیدار میکنی، میاری تو اون ناحیه. وقتی آوردی تو اون ناحیه، خانم رو پرسیدی ازش خانم برای چی اومدی اینجا؟ میگه من عسل که میخورم دهنم زخم میشه، خربزه که میخورم دهنم زخم میشه. میگم هم عسل بیار هم خربزه بیار. خربزه رو میگیریم، یه مقدار خربزه رو آبش رو میماری رو همون محل حجامتی که کردی، فردا صبح میگیم برو خربزه بخور. حالا برای کلینیک آلرژی ببینم میتونن برای شما حساسیت به خربزه رو درست کنن، چون پول توشه، اسیری برای جامعه داره، همه رو واقعا از کار بیکار میکنه این آلرژی. بسیار چیز بدیه. محلت عوض کن، از خانوادت دور شو، نمیدونم لحافت عوض کن، توشکت عوض کن، نمیدونین چه سختی ها داره. وقتی میخونین کتابشو در رابطه آلرژی که چه کارهایی باید تو خونه بکنید، اصلا از زندگی بیزار میشین. در صورتی ما این کارو نمیکنیم. ما حتی به همه مسائل خونه، هر چی جارو برقی میزنن، حساسیت داره، تمام اینها رو با این شیوه قشنگ، این ساده هاش براتون گفتم، آلرژی رو به طور کل میکنیم و افتخارم من میکنم که به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک ایرانی پاشم وایسادیم. الحمدلله شاگردامونم دارن اجرا میکنن و هیچ چیزی هم پیش خودم نگه نداشتم، سریع منتقل کردم. و یکی دیگه از کارهایی که بهتون پیشنهاد میکنم، برای خروج مواد فاسد از عمق بدن به بیرون باید از فست استفاده کنید. فست هم زمانی که من در موردش مطالعه کردم میتونم به شما بگم دیگه فست تو کشور نابود شده بود، کسی دیگه صحبت از فست نمی‌کرد. حتی یه فیلمی رو که بعد از اینکه ما فست هم آشنا شدیم باهاش در مورد امیرکبیر درست کرده بودن، متاسفانه من با فیلمسازاش صحبت کردم، گفتم یه تحقیق می‌کردید بعد این فیلمو اینطوری می‌ساختین انقدر ناشیانه که دشمنان به ما بخندن. فیلمو درست کرده اون لحظه‌ای که میخوان امیرکبیر رو به اصطلاح فست کنن، میان یه دونه از این تیغای ناستی که این فیلم‌های سینمایی هست، هفت تیرکشا استفاده میکنن به صورتشون میدن، یه دونه از اونها نشون میده طرف دستش گرفته از این بالای بازو میکشه میاره تا مچ، یعنی اصلا کلا میبرن همه رو. اصلا اینطوری نبوده. امیرکبیر رفته فست سالانه بکنه، بهترین زمان فست که شما رو زنده میکنه. الان من روزگاهی رو پیدا کردم تمام خانم‌های پیری که اونجا هستن همشون به یاد دارن تا 30 سال پیش اون فردی هم که اینا رو فست میکرد هنوز زنده است، ولی چون میان میگیرنش و اذیتش میکنن گذاشته کنار. همه خانم‌ها همون در درست زمانی که درخت چنار شکوفه میکنه بهترین زمان برای فست پیشگیرانه است، نه فست درمان نه درمانی نه، فست درمانی به اصطلاح نه. این هم الحمدلله خدا عنایت کرد، ما فست رو هم راه اندازی کردیم که کمردردها، اینها رو میگم که بیشتر برای شما از این بود، کمردردهایی که الان به عنوان دیسک مطرح میکنن، از هر 100 نفر 10 تاش علتش دیسکه. حتی اگر MRI کنید نشون بده دیسکت مشکل داره، ما نمیگیم دیسک شما مشکل نداره، ما میان یه تستی میکنیم. یه تستی رو من ابداع کردم با کمک یکی از شاگردام. اگر من یهودی بودم فقط برای همین یه تست شاید به من جایزه نوبل میدادن. ما یه تستی داریم در طب جدید که به اسم فلان کس ثبت شده، در کمردردها بیمار رو میخوابونن، بدون اینکه زانوشو خم کنه پاشو میگیرن از مچ پا میارن بالا در حالی که خوابیده.
ببینن تو چه زاویه این درد میگیره. اگر درد گرفت کمرش مثلا در زاویه 45 درجه 60 درجه، بعد اسمش میگن تست لازک، میگن مثبته. وقتی گفتن این تست مثبت هست دیگه بدون شک باید بره اتاق عمل یا به هر حال درمان دیسک بشه. ما آمدیم گفتیم نه خیر، این تست گرچه تستی است که کتاب‌های بول اروپایی تاییدش میکنن و فکر میکنن خبری هست، اینطوری نیست. آمدیم یه تست ساده ای درست کردیم، اسم اون تست رو هم گذاشتیم تست روانژاد. اسم خودم رو با اسم یکی از شاگردان رو گذاشتیم با هم دیگه، تست روانژاد. این تست میاد بغل قوزک خارجی پا رو چرب میکنی، با فشار خاصی خونی که از اون ناحیه رد میشه فشار میدی، بازی میکنی باهاش، خون رو به طرف بالا میدی که این خون بچرخه، از ران خون بیاد به طرف پایین دور بزنه بره. چند دقیقه ما این کار رو انجام میدیم. همون تست لازکی که اومده بالا تا 30 درجه مثبت بوده، حالا میبرم رو کلش دیگه داد نمیزنه. اینا اگر بیان اینا مطرح کنن، نه آقا این قابل قبول نیست، این علمی نیست کار شما. میگه خب آقای دکتر علمی چیه؟ علمی اینی که باید شما اینو اول برای مجامع بین المللی بفرستی، اونا زحمت نکشیده زحمت تو رو بگیرن ببرن، اگر زمان طاغوت هم هست تو رو شناسایی کنن، برای دعوتنامه بفرستن که آقا سفارت آمریکا به تو ویزای مجانی میده، اینجا پول یامفتم بهت میدیم، خونه هم میدیم، بیا اینجا نوکر ما باش. اگر هم قبول نکردی که یه جوری زیرابطه میزنن، در یه جایی میری جاده چالوسی فلان میزنن به ماشین میندازن تو دره، این کارشونه. علم تنور میدارن میبرن اسرائیل این منور استفاده میکنن، این که جایزه بهت نمیارن بدن که. ما بدیم به خارجی ها که چی؟ همینجا خودمون درست کنیم، مخزن درست میکنیم، بیان از مخزن ما استفاده کنن، اشکال نداره. ما علمو میدیم، با شرط میدیم. مگه شما به ما میدید که ما به شما به این راحتی بیایم علممونو بدیم؟ به هر حال این رو هم براتون عرض کردم که شاید اگه کسی هم خواست، الان میان آقایون تو مطب ما، خانم ها هم میان، کسی هم خواست بیاد ما یه سری مسائل هم بهشون یاد میدیم که بلد باشن. اون وقت کمردرد علاوه بر دیسک که عرض کردم، از این طریق میتونید بفهمید علت خونه یا دیسکه. اینا فقط یک کلام به ما دانشگاه یاد دادن، همین یک کلام. MRI میگیری؟ اگر اینجوری بود علت از دیسکه. نه خیر، اینجوری نیست. این تست باید بشه ببینیم از خونه یا از دیسکه. الان از من بیرون سوال کردن، من گفتم علتش رو باید من بیام این تست رو بکنم مطمئن بشم. اگر کمردرد فقط در کمر خلاصه بشه و علتش از خون باشه، بهش میگن کهنگ در زبان قدیم. ولی اگر در کمر درد داشته باشید، خانم ها خیلی به این مشکل دچار میشن، به خصوص پاییز. الان میارن مثلا ما همه رو به قول گفتنی کچکوله هوار زنان میان فصل میکنیم، از در میزنن بیرون، میدوئن میرن خونهشون. به همین سادگی که عرض میکنم. تستو میکنی، تستی که کردی میگه الان آره خوب شدم آقای دکتر. راه میره یه خورده میگه بهتر شدم. میگم خب بهتر شدی ولی باید بری فست کنی، بری خونه دوباره درد برمیگرده. اگر این درد کمر به پا بزنه بهش میگن ارق النسا. ارق النسا معناشو من نتونستم پیدا کنم، ولی به گفته برخی دوستان و اینها میگن که یعنی اینقدر درد شدیده که اگر مردم به این درد مبتلا بشه عین زن زاو ناله میکنه. میتونه ارتباط داشته باشه، البته مطمئن من نیستم. خب در جلسه قبل ما در مورد خیلی چیزا صحبت کردیم، من جمله مهمترین مطالبی که براتون گفتیم خیلی مهمه اینی که از این در بیرون چجوری زندگی کنید. حالا یه چیز ساده رو بگیرید این در برید بیرون. عرض کنم خدمتون چند چیز رو باید رعایت کنیم: آب، نمک، روغن، این 3 تا، به علاوه این که مواد کارخونه‌ای مصرف نکنید. این 4 مورد ما گفتیم، تکرار نمی‌کنیم. ولی اینجا
حدس میزنم که چیزایی که نگفتم در این 4 مورد اونها رو اشاره کنم، رد شیم بریم. عرض کنم که در مورد آب جدیداً یک دانشمند ژاپنی، این قشنگی که براتون بگم، یک دانشمند ژاپنی تحقیق کرده، اسم تحقیقش هم گذاشتن شهادت آب. برخی هم در جریان هستن. تو این شهادت آب ایشون آمده روی آب کار کرده، سیدیش هم تو بازار هست. من تا این سیدی رو دیدم سوالم این بود: آقای ژاپنی، سوژه‌ش از کجاست؟ چی باعث شد که تو بری در رابطه آب این تحقیقی که الان عرض میکنم بکنی؟ اینو باید به ما بگن. دومی که رفتی این تحقیق رو کردی، برای بشر چه سودی داره؟ این دوتا رو باید جوابش ما بدن. بدن ما حرفی نداریم. حالا میگم چیه. آمده رفته رو آب کار کرده، رفته آب باران رو گرفته روش کار کرده، آب برف رو گرفته روش کار کرده، به یه شرایطی تو دستگاه به یه حالتیش در آورده، بلورهای آب رو زیر میکروسکوپ دیده. من به زبان ساده عرض میکنم چون که بحث موضوع جا بیفته، حالا علمیش به جای خود. میاد آزمایش میکنه، میبینه اون آب برف رو که آب میکنه، بعد به اصطلاح مولکولاش همون لحظه زیر دستگاه سفتش میکنه، نگاه میکنه، میبینه که این بلورهای آب به شکل مثلا چهره آهو به خود گرفت، مثلا زیبا شد، بلورهای قشنگی شد. باران هم این کارو میکنه، میبینه بله باران هم به همین صورت شد. میاد آبی رو توی ظرفی میریزه که روی اون ظرف روش دعا نوشته شده، میبینه باز این آب خوشگل شد. بعد میاد روی آب حرفای رکیک مینویسه، میبینه که مولکولاش شد عین کله خوک، زشت شد. اون بلورهاش تغییر کرد. آب رودخونه رو از منشأ میگیرن، میبینن که خیلی خوشگله. وقتی اومد توی شهر، هزار بلا سرش آمد، این میبینن دوباره این آب رو آزمایش میکنن به همون شکل که میگم، میبینن که دوباره شد عین کله خوک به اصطلاح، یعنی زشت شد، بلورش زشت شد. خب پس سوال ما این بود از این آقای دانشمند: برای چی رفتی دنبال این تحقیق؟ دوم، این تحقیق کردی چه سودی برای مردم داره؟ آخه ما مشکل ما الان اینه که همه مدرک‌گرا شدیم دیگه. آقا یه فلان فوق تخصص، آقا ما رفتیم پیش فوق تخصص فلان. وقتی میاد با یه داروی گیاهی ساده به قول حضرت امام درمان اساسیش میکنیم، میگه آقا اینو که ما 4 سال اسیر این بچه هستیم. گیر کار اینجا اینه که ما نخواستیم بفهمیم که علم کارش چیه، علم در چه جهتی باید حرکت بکنه. اگه حرف بدی میزنی بگه آقای دکتر اوازاده شما حرف بدی داری میزنی. علم آقا اگر در جهت اهداف عالیه بشری حرکت بکنه کارش درسته دیگه. وقتی علمی که در جهت اهداف عالیه اقتصاد و صهیونیستا حرکت بکنه از این بهتر نمیشه. آقا شما اگر از یک نفر میخوای تبعیت کنی، شما بچه‌تون حاضر بدید به یه آدم بی سر و بی پا فاسد تو همین شهر یا شهر دیگه، بگید این در اختیار شما باشه، یه هفته من 2 هفته میخوام برم مکه و بیام؟ حاضرید این کارو بکنید؟ خب اول باید فرد رو بشناسید. من میخوام ببینم این علم پزشکی بیان جواب بدن. رؤساش باید موفق ترین باشن دیگه. انگلستان انقدر مریض داره دیگه جا نداره، رفته توی آفریقا اونجا بیمارستان زدن، تعدادی از بیماراشون از انگلستان منتقل کنن تو اون بیمارستان ها تحت نظر باشن. اون وقت خدا به سر شاهده، یکی از دوستان برادران سپاهی ما همشیرشون 2 تا مشکل داشت که یکیشو اصلا بهش فکر نمی کرد، یکیش نازایی بود که اصلا بهش فکر نمی کرد. 40 سالش هم بود این خانم. 12 سال تحت درمانهای سخت شیمیایی برای یه بیماری دیگری که کتاب هم میگه، کتابای امروزی ترجمه شده، غیر قابل علاج. والله قسم 3 تا قاشق اسفند بهش دادن، غذاخوری ناشتا.
چون مقدارهاش فرق میکنه، کی بدی چقدر بدی. 3 روز پی در پی 80% خوب شد. 15 روز بعد گفتم 3 روز دیگه تکرار کن. بیماریش که کلا خوب شد، هیچ معلم مدرسه هم بود، بعد از 2-3 ماه به من زنگ زدم که آقای دکتر شیرینی دارم برای شما میارم، ایشون باردارم شد با 6 تا قاشق غذاخوری اسفند. خدا به سر شاهد، اینها انسان‌های، اینهایی که الان بر دنیا حاکمن، همینایی که از حقوق بشر جهانی حرف میزنن، همینایی که به حمدالله رهبر عزیز ما مثل کوه در مقابلشون وایساده سر این جریان انرژی اتمی و اینها. اینجا فقط بحث انرژی اتمی نیست، بحث گردن کلفتیه. برای چه؟ به تو چه مربوطه؟ به شما چه ارتباط داره دخالت میکنی؟ حالا یه سازمان انرژی اتمی هست، میاد میبینی که آقا خلافی هست یا خلافی نیست، تو چی میگی گردن کلفتی میکنی اونجا نشستی برای خودت؟ مطالب ما زیاد داریم در همون موارد، اینا رو هم بهش اشاره میکنم. پس بحث آب رو براتون گفتم. حالا میگم این آب داستانش چیه. این ژاپنی ها که الان 2 تاشون هم به عنوان جاسوس گرفتن، دیشب اخبار اعلام کرد،